رستم عثمانویچ قربانوف، معاون سابق رئیس شهر دوشنبه و نفری که در رشد ساحه انرژتیک تاجیکستان خدمت‌های سزاواری از خود به جا گذاشت، روز 3 ایون در سن 70 از عالم چشم پوشید. در این باره شفقت سعیدوف، سخنگوی سابق شهرداری پایتخت تاجیکستان، در فیسبوک خبر داد. او درباره علت وفات معاون سابق محمد سعید عبیداللهیف جزئیات نداد، تنها خبر داد که مراسم نماز جنازه و دفن رستم قربانوف روز جمعه 4 ایون دایر می شود. قربانوف رستم عثمانویچ 26 مارس سال 1951 در شهر دوشنبه به دنیا آمده. سال 1975 رشته انرژتیک دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان را با اختصاص نیروگاه برقی ختم کرد و سالهای 1975-1977 به حیث استاد پررب در ساختمان نیروگاه نورک کار کرد. رستم عثمانوف از سال 1977 به کار حزبی گذشت. سالهای 1977-1980 کاتب یکم کمسمال شهر نورک، سالهای 1980-1986 کاتب یکم کمسمال ولایت قرغن‌تپه و از سال 1986 تا سقوط شوروی و برهم خوردن کمسمال در سال 1991 مدیر شعبه کمیته مرکزی کمسمال تاجیکستان بود. رستم قربانوف بعد این به کسب اول خود انرژتیک برگشت و سالهای 1991-1993 مدیر شرکت گیمونت در تریست سپیچگدر انرژیمنتاژ و سالهای 1993-2000 مدیر کل شرکت تاجیک SGM، یکی از شرکت‌های اساسی مسئول ساختمان نیروگاه در تاجیکستان بود. رستم قربانوف سالهای 2000-2005 در مقام معاون رئیس شهر دوشنبه کار کرد و سپس باز به پیشه قبلیش برگشت. سالهای 2005-2011 دیگر باره مدیر کل شرکت تاجیک SGM شد.